فرنگی میره سراغ کند فرنگی، میره سراغ کند فرنگی تا اینکه بتونه فن کند فرنگی رو به اجرا بذاره و یه فن 4 امتیازی بزنه، سمت چپ و راست ما رو میکنه، حالا بالا میاره حریف خودش، از همونجا به عشق حریفو میتابونه. 4 امتیاز میگیره از حریف خودش. با چه تکنیک و قدرت حریفو بالا کشید، مثل جرثقی رو کشید از تشک بالا و موفق شد یه کند فرنگی رو در شرایط خاص به اجرا بذاره. میره برای فن کمر. خلماخانوف ما نمیتونه به صخره مستحکم به نام سعید اسماعیلی برخورد میکنه. خلماخانوف ازبکستان قهرمان جهان در وزن 63 کیلو. یک بار دیگه در تلاش از اینکه بتونه شرط برای فنون خودش مهیا کنه. 5-1 به نفع سعید اسماعیلی. دلاور دسپوری ما همچنان در تلاش است. یک بار دیگه سعید به قلب کمرگیری به پل. 4 امتیاز. تمام میکنه کارو، تمام میکنه در نیمه نهایی. اگه 4 امتیاز تایید بشه 4 یا 2 ببینیم که تایید میشه. داور که 4 امتیاز رو داد، داور 4 امتیاز رو داد و تایید میشه. حالا مگر اینکه ازبک‌ها اعتراض کنن؟ نه، اعتراض هم نمیکنن. داور وسط دست 2 کشتیگیری میگیره و اینجا دست دلاور کشورمون به عنوان فرد پیروز بالا میره.